امام علیه السلام تنها رابط ما با خدای متعال است در عالم شهادت. بعد از نبی گرامی اسلام صلوات الله علیه و آله وجود مبارک امام نشانه تام است که ما راه پیدا می‌کنیم، ما از این طریق به اون هدف مطلوب میرسیم. اون وجود امام زمان سلام علم الهی است که در این عالم تحقق پیدا کرده و مظهر علم تام خدای متعال است. علم به خودش، یعنی علم به خدای متعال، علم به ویژگی‌های گوناگون نظام آفرینش، علم به اون چرا که این نظام به سوی اون حقیقت رهسپار است، علم به اون آثاری که انسان در این نظام به آن میرسه با اون راه و سیستم و نظامی که خدای متعال مقرر کرده که خب همه این علوم از جانب خدای متعال است، به ولی الله اعطا میشه.